زائده‌های پوستی، منگوله‌های پوستی یا همون اسکین تگ که تصویرش رو در اینجا می‌بینید، این زوائد معمولاً در نواحی اطراف گردن زیر بغل رشد می‌کنن و علت اون هم مصرف بالای کربوهیدرات‌ها هستن. مصرف کربوهیدرات‌ها باعث میشه که مقدار انسولین در بدن افزایش پیدا بکنه و این مقادیر بالای انسولین به صورت مزمن باعث میشه که انسولین به عنوان یک هورمون رشد روی سلول‌های سطحی پوست اثر داشته باشه و منجر به رشد بیش از حد اونها بشه. این زوائد معمولاً توسط پلاسما یا لیزرها کات میشن و از روی پوست حذف میشن. اما اگر حذف کردن اونها همراه با اصلاح کردن رژیم کربوهیدرات فرد نباشه، بلافاصله بعد از 3 تا 4 ماه برگشت میکنه. برای این مورد ما توصیه میکنیم کربوهیدرات‌های مصرفی فرد تا سطح حدود 30 تا 40% کاهش پیدا بکنه که این منجر به کاهش میزان انسولین و به مرور حذف شدن این زوائد از سطح پوست هستش. گاهن بعد از 3 تا 4 ماه حتی بدون حذف کردن اونها توسط اقدامات فیزیکی، این زوائد خود به خود از روی پوست حذف میشن و کاملا از بین میرن.